بار دیگر سلام میگم به همه اونهایی که این لحظه ها ما رو در آزادی ویدیو کانال مستقیم رادیو آزادی در یوتیوب تماشا دارند و شالا گلخوجه هستم در خدمت شما عزیزان ساعتی 10 با وقت پراگا و با سرخط خبرهای روز یعنی موضوعی که ما در 3 ساعتی بعد یعنی در برنامه خبری برای شما تفصیلات خواهیم داد. امروز در شهر بیشکک قرقیزستان سمیت سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی و خودسپات برگزار می شود. همایش مذکور با شرکت پرزیدنت های تاجیکستان، بلاروس، روسیه، قزاقستان و سروزیر ارمنستان جریان میگیرد. انتظار می رود که در این جلسه 21 مسئله از جمله مسائل امنیتی و مرزی بررسی گردد. البته ما تفصیلات نشست را پیگیری داریم و لازم به یادآوری است نشست در شرایط برگزار می گردد که ماه جوری به پستگاه مرزی تاجیکستان و ازبکستان اشغالات حمله مسلحانه صورت گرفت. مقامات تاجیکستان گفتند حمله مذکور را کاری دستی گروه تندروی داعش است و آنها این حمله را انجام دادند و حمله‌وران از خاک افغانستان به تاجیکستان گذشتند. مقامات روسیه حمله خونبار به دیدبانگاه را دلیل جای داشتن تهدید تروریستی در منطقه خوندند. طبق معلومات رسمی در حمله شب 6 نوامبر 15 حمله‌ور و چند تن از نیروهای مرزبانی و میلیسا کشته شدند. خوب خواهیم دید که در همایش امروزه آیا این موضوع نیز بررسی می شود یا نه. تاجیکستان به شرکت چینی دکان داد که 64 تن طلا دارد. مسئولین وزارت صنعت و تکنولوژی های نو در جلسه پارلمان گفتند این ذخیره نهایی نیست و ذخیره طلا در کانهای دوبای بالا و کومرغ در نویه عینی احتمال تا به 100 تن طلا باشد. این دکان طلا با ذخیره بیش از 64 تن طلا را شرکت طبیعی چین بر عوض بنیاد مرکزی برق و گرمایدهی میگیرد که به گفته مقامات در ساختن آن 175 تا 178 میلیون دلار مصرف کرده است. به همین ترتیب حالا شرکت‌های چینی استخراج اکثر کانهای طلای تاجیکستان را در دست دارند و در این باره بینندگان عزیز ما به شما در برنامه خبری تفصیلاتی بیشتر میدهیم. آزاردهنده های جنسی باید مجازات شوند. در تاجیکستان میخواهند مفهوم آزار جنسی در قانونگذاری مشخص و برای گناهکاران این جنایت جزا دقیق تر شود. زنهای تاجیک اکثرا به خاطر ترس از آزار و اذیت و یا واکنش نامناسب از طرف پلیس یا اداره های دادگاهی معمولا حادثه های تجاوز و بدرفتاری جنسی را گزارش نمیدهند و این حالت در اصل باعث آن می شود که گناهکاران به جزا میمانند. دادگاه‌های شهر دوشنبه در 6 ماه سال جاری همگی 42 جنایت مربوط به آزار جنسی و دخل ناپذیری جنسی را بررسی کردند که البته در اصل گفته می شود این گونه موردها به مراتب بیشتر است. همکاران ما توانستند در این موضوع با چند قهرمان صحبت کنند و سرنوشت آنها را شما میتونید در برنامه خبری و در یک گزارش خاص تماشا کنید. و طبق وعده امروز درباره سفر نو تمام گروه از زایران تاجیک برای شما معلومات میدیم که با سبب‌های برای آنها نامعلوم نتوانستند به عربستان سعودی پرواز کنند. به نقل بعضی از این زایران آنها قصد زیارت حج عمره را داشتند ولی چند روزی پیش یعنی در آخرین لحظه برایشان اجازه پرواز را ندادند. باید گفت که در طول چند سال سفر به حج عمره از تاجیکستان توسط تنها یک شرکت رسول ساختمان انجام میشد و اخیراً کمیته دین به شرکت دویم با نام آرمان نیز اجازه به حج عمره بردن زایران تاجیک را داد ولی گفته می شود در این اواخر میان روانی هم پیدا شدند که با نرخ ارزانتر و با شرایط نسبتاً بهتر به گفته خود زایران آنها را به حج عمره انتقال میدهند. خلاصه چرا زایران تاجیک از سفر بی‌نصیب ماندند در برنامه پیشنهاد شما خواهیم کرد و ضمناً درباره موسم تیرمایی دعوت به خدمت طبق اطلاعی که همین چند لحظه از وزارت دفاع تاجیکستان دریافت کردیم نقشه دعوت جلب جوانان به خدمت هنوز 100% اجرا نشده همگی 99% را تشکیل میدهد. این هم در حالی است که رسما تا انجام موسم دعوت همگی 2 روز دیگر باقی مانده است. خوب با طور میبینید این موضوع نیز زیر نظر ما هست و هر نوگانی که در این رابطه شد ما حتما شما رو اولین شده در جریان خواهیم گذاشت با امید آنکه شما برنامه های ما رو تماشا میکنید و در صحبت های ما رو همراهی خواهید کرد. من شما رو بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری در همین جا در آزادی ویدیو منتظر میمونم تا اون روز وقتی خوب داشته باشید و کارهایتان با برار باشد.